من خیلی وقت منتظر این صحنه بودم. اشانتیونه با من باشی اینم هست. مردا پررنگ زر ما. ولی زن داره. خب میتونی اگه تو ماشین لباسشو گیر کردی کمک کنی. سلام علیکم برابر یوتیوب سینا سرپنت، خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل سینا سرپنت. این چنل یعنی این ویدیو با همکاری منز ویز ساخته شده. بچهای منز ویز زحمتش رو کشیدن، دوره هم یه برنامه خفن ساختیم که کلی پارت دیگه از این ویدیو تو چنل منز ویز آپلود شده که لینکش تو بیو میذارم. من بچه‌ها رو اول شرکت کننده ها رو مسابقه کنم. دایی رضا اینجا با ما هستن. برم داداش، خیلی خوشحالم هستم. یه حرفی چیزی. سلام علیکم. الکس با ماست. مثل چی؟ ان شاء الله همیشه پیروز باشیم و پیروز هستیم. کرامت رو داریم اینجا. عزیزم سلام. سلام علیکم. من کرامت همینه بریم بعدی دیگه. سلام بریم. علی باربر رو اینجا داریم، سلطان فوت‌های نامنظم. حرفی سخنی فقط فوت می‌کنه. میشه تو دوربین یه فوت کنی؟ بریم که ویدیو رو داشته باشیم. یه ویدیو خیلی خفن قراره در بیاد. خیلی مخلصم. قبل دیدن ویدیو لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بریم این ویدیو هم به 100,000 تا لایک برسه. زنگوله رو نگفتی. زنگوله. سلام، الهه هستم، 22 سالمه، داروسازی میخونم، عاشق رقصیدنم، خیلی هم سختگیرم. سلام. خوب است. ببخشید اسمتون؟ الهه. خیلی خوشحال خارجی شدم. صحبت کن. چون قرار نیست بشنوی. اینجا داریم حرف میزنیم. بلندتر صحبت کن خب بفهمیم چی میگی. آره. من شما جادوگر هستی. چرا؟ به خاطر اینکه هر موقع شما رو میبینم همه محو میشن. نه اون ویچ توی کلش آف کلنزه. نه دیگه جادوگره دیگه. آقا شما چی کار دارین اصلا؟ جادو باید میگفتی. نه جادو. جادوگرین بقیه رو غیب میکنیم دیگه. باعث میشه که دیگه توضیح دارم میدم. میخواین من برم؟ قبول کردی؟ بیا بارو. هیچی نگفت به خدا. نه دیگه گفت. خیلی نه کار با اون ندارم. شوخی کردم. پیکاپ لاین خوبی گفت. اینجا به نسبت پیکاپ لاین. همون شده رشت. به نسبت پیکاپ لاین. مرسی از شما. سلام. اسمتون؟ الهه. من زیاد پیکاپ لاین بلد نیستم، به این حرف فیک هم اعتقادی ندارم. خودمو میخوام اول با اجازت معرفی کنم. سینا هستم، 45 سالمه، یه سوپرمارکت دارم. با بچه‌م اومدم. این پسر سیبیل داره بچه‌مه. و اینکه میخوام خودم باشم برای شما. حالا که خودت سنتون ولی برای خط وایسا که حداقل بتونی خودت باشی. 48. سینا جان 45 سال خیلیه. خیلیه؟ دروغ گفتم، اون کون بچه‌م نیست. سینا تو شما فوش میدی، من فوش دوست ندارم. من فوش نمیدم. من کی فوش دادم خارشو؟ من فوش میدم؟ نه. اون جمله. قبول کردی؟ اکسپت شدی؟ بله. با اینکه فوش شد اکسپت شد؟ برو دیگه. گفت فقط خودش داشت، اعدا در نیار. اصلا من پیش تو یادبیه. خودش بود، اعدا در نیار. آقا رضا مخلص. سلام. حالت چطوره؟ خوبی؟ اگه خندیدی به جمله‌م اکسپت میکنم. تمام؟ من زیاد میخندم. نه الان داریم یه بازی انجام میدیم. اگه به جمله من بخندی اوکی؟ میخوای برعکسش کنیم، سعی کن نخندی. نه بخند. جملتو بگو. اصلا کلا با من مشکل داره. آقا جملتو بگو. اصلا نخواستم جمله بگم، میخواستم به من نگاه کنه لبخند بزنه. حیف اون سه شعارهایی که برات کشید. تو رو خدا. به خدا نمیرم. سلام خوبی؟ سلام. میتونم گوگل صدات کنم؟ چون همه چی تو من پیدا میکنی. خودم اکسپت نمیکنم. اینا 360 بار اینو گفتن. الان چی شدم من؟ برو. سلام علیکم. سلام، خوب هستی؟ سلام، خوبی؟ قربونه. با یه لیدی داری صحبت با یه خانوم. با یه خانوم لیدی همون. با یه وقتی با لیدی صحبت میکنم آخه استرس میگیرم، چون لیدی مثل شما تو عمرم ندیده بودم.
به خدا زیاد زحمت نکش. نه رای نده. مایکل جکسون رو به رقصی قبولش کن. من بلد نیستم مایکل جکسون. منو بگیر. اونو اشتباه مونواک. تو چرا میرقصی؟ من بابا این داداشم این اشانتیونه با من باشی اینم هست. کلا هست. این دو تاشون بده. من قبول شدم. درسته ما اکسپت شدیم دو شما باختید. خیلی ممنون که تشریف آوردید. دست. الان من دورسام 27 سالمه، مدلم، بیزنس وومنم و در عین حال دنبال نیمه گم شدمم که نمیدونم اینجا فکر میکنم یادم. سلام. خوب هستی؟ مرسی شما. شما گفته بودید قد بلند دوست داری داره؟ عینک تو در میاری یه دقیقه؟ سلام من 1.72 خورده ایم. نه تو چون استایل تو دوست دارم. اوکی. باریکلا. کارو بگیش. داداشم انگلیش. جان انگلیش هم کار میکنه. انگلیش. بخشید شما مثل بنزینید. گرونید ولی چاره دیگه ای نداره. خوب بود. داره دروغ میگه. ادامه بده. نه یه بار دیگه نگو. نه دیگه یه چیز دیگه بگم. نه ندارم دیگه. آخه مرسی. بابا مهربون شدم استفاده کنید. من خیلی وقت منتظر این صحنه بودم. کدوم صحنه؟ وایس بابا بنده کف شدم. خیلی وقت منتظر این صحنه بودم که شما رو ببینم. الان داری خوشحالی؟ خیلی خوشحالم. میخوام بیشتر بشناسم و بیشتر خوشحال باشم. زندگیمو نورانی میکنین. وای. آقا چرا تو تیم ما تشریف رضا مشاوری استایلیشو از من گرفته. آره یه بحث جدا است، به ما رپ نداره بهش. من سینا هستم، خودم معرفی کنم. 21 سالمه و دارم فعالیت میکنم توی صفحه مجازی، بیشتر تو اینستاگرام 1.2 میلیون فالوور دارم و جدیداً هم سعی دارم توی یوتیوب فعالیت کنم، ولی زیاد موفق نشدم. میدونی چرا؟ شما که بیزنس وومن هستید. دلیلش اینه که پشت هر مرد موفقی یه زن موفق وجود داره. اون زن موفق پشتم میشید. سخت شد کارت. سلام علیکم. همه رو اکسپت کردی دیگه. ببین نکن. وایسا یه دقیقه وایسا. ببین نکن. فکر کن. تصویرسازی ذهنی کن. صبح از خواب پا شدی. حالو آره ببین. تصویرسازی نه چای نمیدم. تصویرسازی ذهنی کن. از خواب پا شدی. رفتی دوش گرفتی اومدی اصلا حوصله نداری. یکی هست سشوار میکشه برات. میکاپ میکنه برات. چای میاره برات. همینجا وایسا شما چون خیلی به درد من میخوری واسه کارم بفرمایید. آره اکسپت شدم. ولی زن داره. حالا اونو بعدا صحبت می‌کنیم راجع بهش. قربونت بشم. عالی بودی. خیلی ممنون که تشریف آوردین. دمت گرم. سلام مبینم 23 سالم و اینجا دندون پزشکی میخونم. اینو میتونم بغل کنم. ببین تو رو چیکار میکنم. 1 2 اسکارف بزنم. نه کافی بود. مصدوم نشی. گفتای اکسپت شدی؟ آره. آقا من اعتراض دارم. اسکاتش الکس زد. چرا تو بعد اکسپت چی؟ جفتتون نه من اکسپت نشدم. من فقط الکس شد. بچه‌ها چشمشو جفتتون رو اکسپت شدی؟ من آرشرم که قهوه میخورم چای میدم. آقا این چرا این آقا سینا این چه مدیریتیه؟
آقا این چه ورزشه؟ سلام. حالتون خوبه؟ چقدر زیبایید شما. واقعا قرمز بهت میاد، رژ قرمز بهت میاد. واقعا خوبی. روشم قرمز نیست ولی مرسی. من مردا کوررنگ زهر ما مردا کوررنگی دارن دیگه. به همه چی قرمز میگیم ما کلا. ولی خب ببین اون زورش زیاد بود، من زورم زیاد نیست ولی میتونم همیشه بخندونمت. خیلی موفق نبودی. دست راست مادر اکسپت نشدی؟ نداشت تو برو که 100% برو نشو که بیای اینجا پیش هم باشی. ببخشید اسمتون؟ مبینا خانم. ببخشید هر موقع شما رو میبینم اسم کنم شاید بایدن میشم. به تته پته میافتم. از پله ها میافتم پایین. اینجوری. بایدن خونشون پله نداره آسانسور. نه یه فیلم هست. آقا برای توجه دوستان عزیز یه فیلمی هستش که بایدن میافته. قضیه مترو تمام شد دیگه. پسر دست رو جلو دیدی. رضا دیدم آقا رضا بقول شده. سلام خوبی؟ دیروز دکتر بودم. خب نه امروز نیست کسخورم همین آزمایش شدم. این چی گفت؟ گفت ویتامین یود کمه. ویتامین یوم میشی؟ میتونم بعدا فکرم بکنم. نه جا بعدا الان نه همین الان میخواد ببرم مرزه. با شما فارماتون من. سلام. خوب هستی؟ با برنده ها صحبت بچه اومدن. خسته نکن. کمکت کنم. چی دادی از اینو قبول نکنه یه بار دیگه میرم ها. من قبول میکنه نگران نباش. تقلب رسون. یه بارم آقا به ما هم میرسوندی. داداشم رامیار برای خودم آورده فقط. آقا من دست شما گم کردم. شمس تبریزی. شمس تبریزی. آره. داداش من شعر دوست ندارم. اینجا خلق ملکونه شعر چه بابا. آره. یانه تو خواهر منی. خب میتونی اگه تو ماشین لباسشویی گیر کردی کمکت کنم ولی این حرفا اصلا قابل قبول من نیست. اینا این کارو وصل میکنم به سایت های بد. اصلا تو شأن من نیست. یکی اومده با زور خودشو نشون میده. یکی اومده دست و پاشو گم کرده داره چرت و پرت میگه. یکی اومده رنگ رژ لبتو اشتباه میگه. تو چی میگی؟ کوررنگی داری یکی که به دوستاش میرینه تو چی میگی؟ تو هم میرینه. من میخوام شما رو با یه شعر قشنگ بگم. احساساتی تصمیم نگیر دختر. که زیرکی نیست برنجانی ز عشق عالم را، مرانه است بیاموزی ز عشق عالم را. این فلک زیباست اگر زیبا تو رفتار کنی، پرز عالم میشوی گرچه دلی باز کنی. اگه خواستی ادامه شعر رو من خونه برات میخونم. بابا دروغ میگی میخواد ببر. قشنگ بود. بچه آدم هنری هستن. این کلاش هنریه. حرف بزنید. بابا این دروغ همه حرفاش. من یه رژ تو اشتباه گفتم. جان شما بعدش ببین مثلا دکتر رفته بود آزمایش هم یادم شما بازم به هوا برنده ها کشتی بگیرن. پزشک باید بری به نظرم. هر کی باخته چی میگه؟ شما طرف ترامپی. بایدن شدم ترامپ. داداش کم مونده پنجره بده تو. آقا مشکل همون. والا چی میگی؟ مرسی که تشریف آوردی، خیلی خوشحال شدیم. مرسی ما جنبه باخت نداریم. همینو زو بازی کنید. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. آقا من با بچه‌ها میخوام یه کلمه صحبت کنم به هر کدوم. علی آقا تو چند بار ریجکت شدی؟ چند بار قبول شدی؟ من یه بار قبول شدم. منو خیلی انداختن. چرا؟ چون زن داشتم. اتفاق اونی که زن داشتی قبولت کرد. نرامی قبول. نرامی قبول کرد. مرسی که اومدی. یعنی علیقا بهترین استانبول توی باربری آرایشگری. چه ویدیویی بود ما رو آورده بودی؟ آقا دو سه کنه تو چند بار ریجکت شدی؟ من یه بار. چرا؟ نمیدونم که عقده‌ای بود. یه هر تو اونا رو ول کن. من دختر مختار گفتی بودی شام میدم کورشا. آماده است الان میدن. الان بچه‌ها میدن. الان بچه‌ها میدن. من شام میدم. آقا کرامت عزیز. سلام علیکم.
ریجکت شدی اکسپت شدی چیکار کردی؟ من یه بار ریجکت شدم ولی دیدم بچه‌ها اومدن اینور، ما دیدیم همه دارن میرن اینور، ما اومدیم اینور. پرتغالدان زد. مرسی که اومدی. خیلی ممنون. قلب مایی و علیرضا. آقا یه بار اکسپت شدی نه؟ نمیدونم نشمردم حقیقتا زیاد. داداش شما اومدم گوگلی خودتو اونو تقلب کردم. من بلد نیستم از تو اینترنت تقلب کردم. ما نفهمیدیم. جدی؟ دمت گرم که اومدی. عشق من داداش خوشحال شدم دیدمت. دم بچهای منزویز هم گرم. بچه‌ها تشریف میارید؟ بچه‌ها ببین سینا خیلی باحاله. من نوکرم. ولی الکس باحال‌تره. شد یا آقا خب منم خار الکس رو من شد. آره من چیکار کنم به من چسبی ما نیست. آقا پارت بعدی پارت طولانی‌تر و پارت‌های دیگه تو کانال منزویز که تو دیسکریپشنه. خیلی چاکرم. ترسیدم فکر کردم خودم بزن.